حرف یکی دیگه از شما که منو ساب دادید و به هم گفتید که بیا این کار رو انجام بده انجام بدیم. حالا چه کاری هست؟ به من گفتید برو قصر بساز. دیگه چیزی که گفتید، چیزی که نمیشه دیگه درستش کرد. اول اصلا متریالاشو میخوایم که سنگ از اینا میخوایم، از اینا میخوایم، چوب قرمز میخوایم. اما جایی که من کل کامنت ها رو میخونم، بردیا جان عزیز که همیشه داره کامنت میذاره واسه همون گفت کاکا سنگی بساز. خب من ساختم یه بار اینو قبلا که بخوام ویدیوشم کنم. اول از همه یه جا واسه قصرمون میخوایم. من اونجا رو بکنم. 12 seconds later. یه جا خالی کردیم فعلا. حالا اگه کوچیک بود اوکیش میکنیم باز. بودو در واقعا اینو بازار، این دوتا رو بازار، اینم بازار، لایتر رو باید باز کنم بزنم بر یخار بندم تو بازار بدستم. خب الان بریم یه سر اون طرف سر فارمم که بریم سنگ با ماین کنیم. 12 seconds later. رسیدیم. هیچ فرقی نمی کنه. خب بریم ماین کنیم. 12 seconds later. بده پر شد. بنده بیرون. خب بریم بالا یه حالی بدیم به وسایلمون. AFK بمونیم اینجا. خوبه دیگه بابا علی پروین برو دیگه. زیاد از پولم میکنه استفاده نمیکنم. یه خواب یه بیداری
خب حالا بریم درخت. مرام، معرفت، دوستی، صداقت. کریپر. ای خب اشکال نداره، غذا بلا بوده. یکم صدا رو کم. بریم ندر ببینم. او کتونی طلای منو بدید من برم. فکر نکنم کتونی اینجا باشه. نه اینجا نیست. کتونی منو بدید من مثل نوب سگ و پام کنم برم. خوبه هم که آوردم پایین. حل چشاته. بریم درخت ماین کنه. مادر قلبم اومد دهنم. سلام 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 نوکرم. سلام. بریم. 12 seconds later. چیزی که میخوام بسازم اونجوری نیست که فکر میکنید که چیز گنده و حدود شبیه کاخ سفید نیست. یه قصر نقلی کوچیک که میشه توش زندگی کرد. تو چی میگی؟ خب بودو خونتون ما بوش کن. رو بریم درخت بکنیم حالا. ببینم آقایون. وی استقبال زیاد شده تو ماینکرافت. واجی کفشمو در بردم. وای برای داشتم کفشمو. حاجی وای اون برداشت.
خب خوبه دیگه این وقت فایت داریم. کتونی و بچهش برداشت زنی تو. وای چاش یکم دیگه هم بکنیم یه سک بشه. بریم دیگه باید شمشی مثل این که دستم باشه. ما کدوم بار اومدیم گرفتیم. 12 seconds later. اینا همه‌شون یه پشن. چون داداشون بالا. خوب بابا بخور بهش یه. وای تو بیا برو اول. با بیا همه جا رو سرویس کردی آخرش هم نتونستی ما رو بزنی. اصول دو 12 seconds later. بیا ای روشن ای روشن تا برو برو. آخی خب شالکل باکسمون رو بکشیم بیرون. حالا ما اگه اینو تبدیل به چوب کنیم به به درست همین چوب است. فعلا کلش تبدیل دوباره کلش تبدیل. فکر کنم ولی کم آوردیم. میدونم خودش فکر کنم کم آوردیم. اونجایی هم که هیچ اهمیتی واسم نداره بریم با. خب رسیدی. شالکه رو بذاریم اینجا. اینم بذاریم اینجا. اینم بذاریم اینجا. اول دوتا فرمیس اینجا بودو. چوب بده فرنس حل چه شد تست.
واکدا با خودم نبرده بودم. تو فکر کنم هستش تو اون یکی شالکر وایسا فکر کنم باش. خب این دوتا رو هم بذاریم. این اینجا. بریم دوباره چوب بیاریم. آها اینا بذاریم. این شوارم بده. اینجوریشو میخوان، اینجوریشو میخوان اونا دیگه. حالا فرقی نمیکنه که. حالا یه استکم بیایم از اینا بزنیم، بقیهشو پله کنیم. خیلی کمه. خیلی کمه ولی خب فعلا اشغال نداره. هم دارم میپزن. حالا بایسیم تا اونا بپزن. یه FK میکنیم. سنگ بده. تپ 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 تپ. یه استک. خب کمه. دوباره یه FK تا اینا پخته شه. بابا بدرز. بس بچه من اینو بهتون بگم بعد من برم AFK کنم تا اونو بپزه. ببینید من واسه همین یه دونه ویدیو حد و اقل کمش 5 ساعت زمان میذارم. کمش ها. حالا به جز ادیت و اینجور چیزا. حالا این بعد میخوام ادیترم چیز برای حرفه‌ای تر یه جوری بکنم. ولی متاسفانه ویدیوهای بلندمون خیلی کمه. ممنون میشم که بچه لایک، ساب، ویو، کامنت حتما اینا رو واسه ما بذارید. خیلی بهش نیاز دارم. اگه این کارو کردی دمت گرم. بریم AFK بشیم. خوبه. اینجا یه 42 تا دیگه بذار بریم بخوابیم. خوبه. بریم ببینیم. چشو این پخته، اینم پخته، اینم پخته، این نصفش پخته. اینو دوباره بذاریم اینجا، اینم از این. خب اینا بپزن. ما
کاری نمیتونیم آنچنان کاری بکنیم. بذار برم ببینم تو چستام چی دارم. آخ غذا بده. بذار ببینم تو چستام چی دارم. ای بابا چیز درست حسابی هم نداریم. پامکینا رو بده، اینم بده. اینو بکنیم دستمون باشه. خب من یکم بایستا اینا رو دیگه بکنم که شروع کنیم به ساختن و برتاختن. فقط یه چیزی میمونه، اونم که چجوری بسازم. آیا اون چیزی که تو ذهنمه در بیاد خیلی خوشگل میشه، ولی اگه در نفت خیلی زشت میشه عوضش. خب از من نقشه رو بیارم به گوشیم. حالا اینو بده، این دست اینو بگیر، اینو بزن، یه سک بفرشون تو، یه سک به من تحویل بده، شروع کنیم به ساختن. و بالاخره تموم شد. بعد کلی زحمت، بعد کلی وقت گذروندن تونستم بالاخره تمامش کنم. خیلی سخت بود واقعا و خیلی خوشحالم که الان تونستم تموم شو. که چالنجه شما رو هم رد کردیم. بریم داخلش بهتون نشون بدم. نگاه کن اینجا سالنشه بچه‌ها. بعد میری بالا، اینجا چست روم میکنی، قشنگ خوشگل. اینجا ویو ابدی داره، اصلا اشغال میکنی تا صبح، هر چی دلت خواست بذار. ولی اینجا رو نگاه، وا میکنی، اشغال میکنی، به 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 به. حالا میری بالای اون برجک ریز، یه نشست ریز میکنی، دور براتون نگاه میکنی، ویو ابدی. واقعا خودم که خوش آمد. حالا شما هم نمره بدید از 1 تا 10 تو کامنت ها. چالش دیگه داریم بگید حتما. خب دمتونم گرم که تا همینجا خیلی حمایتم میکنید. اینجا بعدم حمایتم کنید و ممنونم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی. و اگه تا همین الانش هنوز لایک نکردی، ساب نکردی، زنگوله رو آل نذاشتی، همین انجام بدی که خیلی به این کارا نیاز دارم. متشکرم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.